من هیچ وقت دنبال جمع کردن مهر پاسپورت نبودم. راستی سلام، من جانم. خیلی خوشحالم که میتونم اولین پستمو باهاتون به اشتراک بذارم. من باور دارم هر کشور هزاران داستان داره و هر آدم یه دنیا برای کشف کردنه. اینجا قرار نیست فقط من سفر کنم و شما تماشا کنید. خب قرار چیکار کنیم؟ میخوام دنیا رو با من از چشم آدم‌هایی ببینیم که توش زندگی میکنن و دوست دارم با آدم‌ها بشینم صحبت کنم. دوست دارم بشناسم همه رو، دوست دارم بدونم سطح دغدغه‌شون چیه، درآمدشون چقدره، چی خوشحالشون میکنه، یا اینکه اگه فرصت دوباره زندگی کردن داشته باشن آیا دوباره این زندگی رو انتخاب میکنن یا نه. شاید آخر هر سفر تنها چیزی که با خودم برمیگردم فقط یه مهر پاسپورت نباشه، تجربه باشه که از آدم‌های مختلف کسب کردم، از کشورهای مختلف چه چیزایی فهمیدم و این هاست که در ذهن من حک میشن، نه فقط دیدن جاهای قشنگ اون کشور. خلاص اگه تو هم فکر میکنی سفر فقط رسیدن به یه مقصد نیست و شناختن آدم هاست، به این پیج خوش اومدی. بی جانا برد. دوستتون دارم.